90% افرادی که چینل یوتیوب میسازه در همون اول رشد میکنه، نه به خاطر اینکه استعداد نداره، بلکه سه اشتباه کوچک را انجام میده. اگر میخوای مثل یک یوتیوبر حرفه‌ای یوتیوب را شروع کنی، این ویدیو را از دست ند. در این کانال آموزش های ساده و کاربردی یوتیوب را به شما آموزش میدیم. در این ویدیو به شما نشان میدیم که چگونه یک چینل یوتیوب را از صفر همانند یوتیوبرهای حرفه‌ای شروع کنیم. و مهمتر از همون اول اشتباه شروع نکنیم. اشتباه اولی که بعضی ها انجام میده است که بدون موضوع شروع میکنه. یک روز یک موضوع، فردا یک موضوع دیگه. یوتیوب نمیفهمه که چینل یوتیوب شما در مورد چی است و به کی پیشنهاد بده. اگر میخوای رشد کنی، از اول باید دقیق بدانی که درباره چی میخوای محتوا بسازی. اشتباه دوم بعضی از افراد دم شروع دنبال سابسکرایبر هستن. سابسکرایب مهم است، اما مهمتر از ویدیوی شما است. یوتیوب میبینه که مردم ویدیوی شما را از اول تا با آخر میبینه یا خیر. ویدیوی شما اگر مفید باشه، خود یوتیوب در بین مردم پخش میکنه. اشتباه سوم این است که زود ناامید میشن. بعد از گذاشتن چند ویدیو میگه که یوتیوب نتیجه نداد، یوتیوب فایده نداره، در حالی که بیشتر افرادی که فعلا رشد کرده بعد از مدت ها دیده شدن، بعد از گذاشتن 50 تا 180 ویدیو بعد از اون دیده شدن. موفقیت در یوتیوب صبر و ادامه دادن است. پس چیکار کنیم؟ یک موضوع مشخص انتخاب کن، محتوای مفید بساز و ادامه بده، حتی اگر بازدید کم باشد. اگر میخوای که آموزش های ساده و واقعی یوتیوب را یاد بگیری، پس چینل الصمیم را سابسکرایب کن. این فقط شروع راه است.